نامزای عزیز، جلسه امروزی در مورد اسامی است که دارای آرتیکل های دست می باشند. اول تمام چوچه چی از انسان باشه، از حیوان دارای آرتیکل دست است. مثلا دست کند یعنی او طفل، دست لم یعنی چوچه بره، دست شف چوچه گوسفند. اسامی که از لسان خارجی وارد آلمانی شده باشند همچنان آرتیکل دست دارند. مثلا دست اوتو یعنی این موتر، دست رادیو یعنی رادیو، چون اینا از لسان انگلیسی وارد آلمانی شدن. دیگه انواع فلزات و وسایل، مثلا دست گلد یعنی طلا، دست ایزن آهن، دست بلای یعنی سرب. دیگه تمام اسامی که فرم انفینیتیو از اینها در صورت که فرم انفینیتیو فعل به صورت اسم بکار بره، در این صورت آرتیکل دست می داشته باشه. مثلا اسم فعل خوردن میگن، وقتی که این به صورت اسم استفاده شوه مثلا میگیم خوردن، باز میشه دست اسم، این بر ما اسم نشان میده. تمام اسامی که پرفکس گی دارن همچنان آرتیکلشان دست است. مثلا دست گیترنک یعنی نوشابه، دست گپک یا بکس پشتکی. دیگه اسامی که اخیرشان حروف زایل باشه هم آرتیکل دست دارن. مثلا او، دست اوتو. ولی آیغو، کلمه آیغو در اینجا استثناست که دارای آرتیکل آیغو دیگه می باشه که باید مد نظر داشته باشیم. منت، دست انسترومنت یعنی وسایل. NAIS دست سوگنس یعنی شواهد. دست داتم یعنی تاریخ یا دیتا. شن دست متشن یعنی اون خانم. دوستان عزیز، اگر دوست دارین از درس های آینده ما آگاه شوین، پس کانال دویچ می دنیا را سابسکرایب داشته باشین و لایک و زنگوله را هم فشار بدین.